الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز به سوال هایی که از طرف شما آمده بود با آنها جواب میدهیم و تا آخر نوار همراه ما باشید. در آخر نوار به یکی از سوال هایی که خیلی مهم است و بسیاری ها از ما تاکید کردند که با آن جواب دهیم، ان شاء الله با آن جواب میدهیم. خب به سوال نخستی میگذاریم که یکی از برادرها یک چند بار همین سوال هم پرسیدن. میگوید که سلام علیکم استاد، آیا به اجاره دادن خانه یا ماشین، اجاره دادن خانه و ماشین جایز است؟ پیش از جواب دادن برادران عزیز به یک چیز تاکید میکنیم که اگر یک نفر از شما یک سوال دهد که همون سوال برای شما یک چیز عادی است، مسلمان برای مسلمان نمیزیبد که برای او یک جوابی به اهمیتانه دهد یا به همون سوال برادرش اهمیت جدی ندهد. اگر ما به پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید یک زن میبیاید به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، از پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونید چه ها رو میپرسیدن. یک زن مثلا در صحیح بخاری آمده است، یک زن به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میبیاید میگوید یا رسول الله، من وقتی از حیض پاک میشم چگونه غسل کنم؟ امر غسل را میپرسیدن زنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم جوابی عادی، یک جوابی که انسان به سوالش جواب میگیرن جواب دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم مسخره نکردن. انسان نباید مسخره کنه یا بی اهمیتی کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن خذی فرصه من مسکن فتطهری بها، یک قطعه لطه را بگیر یا پخته را بگیر که خوشبوی باشد و با همون چیکار کن؟ نجاست را تازه کن و غسل کن. ببینید یک جواب بسیار زیبا رو پیامبر صلی الله علیه و سلم دادن. بسیار تاکید میکنن چگونه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد عایشه میگن اینجا بیا من برای تو میفهمونم. پیامبر صلی الله علیه و سلم البته حیای رسول الله صلی الله علیه و سلم زیادی کرد و سبحان الله گفتن. یا تصور کنید یک جوان نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید یا رسول الله اذن لی فی الزنا، یا رسول الله برای من زنا رو اجازت دهید. میگن آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم غضب کردند؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم او را مسخره کردند یا پیشخند زدند یا گفتند این چگونه سوال، این چه خیلی سوال؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا همین خیلی جواب دادند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین گفتند اترضاه لامک، گفتن اینجا بیا، آیا برای مادرت راضی میشوی؟ آیا برای خواهرت راضی میشوی همین چیز رو؟ یعنی یک جوابی دادن که جواب مکمل، جوابی که انسان را قانع میکنه. خب برادران عزیز برمیگردیم به سوال همون برادر عزیز پرسیدن که آیا اجاره دادن خانه و ماشین جایز است یا جایز نیست؟ البته درباره اجاره خیلی اهل علم گپ زده هستند. در صحیح بخاری کتاب الاجاره هست، در کتاب‌های فقه علما در کتاب‌های فقه ذکر کردند که کتاب الاجاره شرط‌های اجاره را آوردن. در قرآن کریم آمده است، در احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که البته اجاره چی است؟ جایز است. و یکی از دلیل‌های اجازت بودن اجاره دادن اشیا و اجاره دادن خانه و ماشین و دیگر چیزها این آیت 32 سوره زخرف است که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. یعنی الله میگوید در این آیه مبارکه من رزق را برای شما گوناگون تقسیم کردم. رزق را الله میدهد و میگوید که من آن را گوناگون به شما چیکار کردم؟ تقسیم کردم. و تا اینکه بعضی از شما بعضی دیگر را برای خدمتش اجاره بگیرد، استفاده برد، حق خدمتش را میدهید و او را چیکار میکنید؟ منفعت اجاره میگیرید و استفاده میبرید. و همچنین در حدیث های صحیح آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا میگویند در حدیث صحیح اعطوا الاجیر حقه قبل ان یجف عرقه. پیامبر میگویند شما اجیر را وقتی یک انسان را، مرد کار را یا یک نفر را اجاره میگیرید، این هم اجاره است، اجاره میگیرید، شما چیکار کنید؟ اجرش را پیش از اونی که عرقش خشک میشود و خاک میشود شما حق خدمتش را باید بدهید. یعنی شتاب کنید و حق خدمتش را باید چیکار کنید؟ پر دهید. خب از این دلیل ها ما فهمیدیم که البته اجاره دادن
جایز است، امر مباح است. خب بیایید شرط های مهم اجاره را، تا اینکه اجاره ما درست باشد، شرط های مهم اجاره را چیکار میکنیم؟ ذکر میکنیم. اولین شرطش این چی باشد؟ این آن چیزی که به اجاره میگیری چیزی معلوم باشد و همچنین مبلغ آن معلوم باشد، به چقدر میگیری و مدتش معلوم باشد. 1 ماه است، 1 روز است، چند ساعت است، همش باید چی باشد؟ معلوم باشد. اگر مجهول باشد، نامعلوم باشد، اجاره چی میشود؟ فاسد میشود. یعنی آن چیزی که میگیریم معلوم است، خانه مثلا 2 خانگه 3 خانگه مثلا معلوم است، در فلان ایتاژ فلان آشیانه است مثلا بنا، و همچنین مدتش معلوم باشد و کرا مبلغ اجاره باید چی باشد؟ معلوم باشد. و در ماشین هم باشد، در دیگر چیزها هم باشد. همچنین شرط اساسی دیگرش برادر عزیز این است که در راه حلال استفاده برده شود. وقتی خانه را اجاره میدهی، اگر در راه حرام دانی که در راه حرام استفاده برده می شود، اجاره دادن خانه درست نیست. یا ماشین و همچنین همه چیز اگر در راه حرام استفاده برد جایز نیست. اگر دانی که وقتی اجاره میدهی، یا مثلا دکان، یک جایی که برای مغازه یا یگون مثلا دکان را اجاره میدهی، اگر دانی که در همان جا چیزی حرام فروخته می شود، در همون دکان یا آشخانه، جایی که با آشخانه اجاره داده می شود، هر جایی که برای اجاره داده می شود، اگر در همان جا چیزی حرام در راه حرام استفاده برده شود، مالی که از آن میگیری حرام است، جایز نیست. بنابراین الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ الله میگوید و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما در راه نیکی و در راه تقوا و پرهیزگاری چیکار کنید؟ همدیگر را یاری دهید، همکاری کنید، اما در کاری گناه و زشت همکاری نکنید. این همکاری کردن در گناه و در معصیت است و جایز نیست. بنابراین میگوییم که 2 شرط مهم اجاره دادن و اجاره درست بودن چی بوده است؟ یکمش باید معلوم باشد آن چیزی که به اجاره گرفته می شود و یا اجاره داده می شود، مدتش، مهلت اجاره معلوم باشد و نرخ و مبلغ اجاره و همون کراپولی باید معین باشد. و شرط دیگر چی گفتیم؟ باید در راه حلال استفاده برده شد. خب بعضی سوال هایی که درباره فابرلیکو و بعضی شبهه هایی که پرتافتن به همان جواب میدهیم. و اولینش این که بسیاری نفرها پرسیدند که آیا برای استفاده بردن شخصی وقتی که کار کردن با فابرلیک حرام باشد، آیا برای استفاده بردن شخصی جایز است که من خریداری کنم؟ البته بعضی از اهل علم اجازت نمیدهند، زیرا اینکه شرط نامه بستن با این شرکت خیلی که گفتیم حرام است. ولی بعضی از اهل علم میگویند که اگر تو برای او مثال مشتری نبیاری و پر شرط نامه کده شرط نامه کاری نبندی، تنها خریداری نمودن محصولات آنها به شرطی که در آن محصولات مواد حرام نباشد، محصولاتش محصولات حرام حلال باشد، جایز است. خریداری نمودن، تنها خریداری نمودن برای استفاده بردن شخصی انشاءالله که جایز است. خب باز یک شبهه دیگر که شاید از طرف کارمندان همون فابرلیک و سیتی های مارکتینگ باشند، همچون شبهه خیلی بسیار نوشتند و گفتند همین رو و هر بار تاکید میکنند، میگویند که شما در شرکت فابرلیک کار نکرده، شما از کجا میدونید؟ شما طرز کار فرمودن آن را صرفا نمیرید، زیرا اینکه شما در همون شرکت کار نکردید. من فلان سال کار کردم، شما کار نکردید. اما دوستان عزیز، سبحان الله، این خودش معلوم است که آیا من برای حرام بودن عرق، مثلا برای حرام بودن نوشیدن عرق باید عرق نوش باشم؟ نعوذ بالله. انسان برای حکم یک چیز را فهمیدن و درک کردن، آیا باید همون چیز را خودش شخصا باید استفاده برد؟ سبحان الله. یا مثلا طبیبی که خیرورگ، مثلا جراح، آیا برای یک نفر را جراحی کردن شرط است که خودش باید بیمار شود و خودش را جراحی کند، سپس او را ما میگوییم که تو خیرورگ هستی و تو جراح هستی؟ این در منطق عقل و در شریعت هم درست نمیگیرد برادران عزیز. امروز اینچنین معلومات ها در شبکه ها، امروز عصر تکنولوژی است، عصر معلومات است. انسان میتواند تمام معلومات ها را چیکار کند؟ از سایت ها و شبکه های رسمی بگیرد. و همچنین هم کردم من الحمدلله از
شبکه و سایت رسمی خود همون شرکت ها در آمده معلومات هایی که خودشون میدهند متخصصان همون شرکت گرفتیم و یک تا بررسی کرده حرام بودن کار کردن در این شرکت ها رو بیان کردیم. خب بنابراین دوستان عزیز باید بسیار خوانیم، بسیار امروز الحمدلله شرایط است، معلومات گیریم، آموزیم و همچنین در کسب و کار و رزق حلال انسان باید چیکار کنه؟ باید دانشش رو مکمل کنه و هوایی شبهه هایی که نفس ما میبیاره آن را هوایی نپرتاییم. مادامی که حق میبیاید برادران عزیز باید حق را قبول کنیم و بیچون و چرا تسلیم شویم. و باز یکی از شبهه هایی که آنها خیلی زیاد آن را گفتند و تاکید کردند میگویند که شما نمیدونید ما در فابرلیک یا در همین شرکت ها چقدر مهنت میکنیم، من چند سال باز مهنت میکنم، این آسان نیست، شما مهنت ما رو یک بار ببینید. خب دوستان عزیز اگر چنین باشد برای چی شما زنهای خانه‌نشین را فقط در رکلامه هاتون میگویید که بیایید اگر شما درآمد علاوه‌ای خواهید زنهای خانه‌نشین فلان $1000 یا فلان مبلغ یک مبلغ کلان رو گرفته میگویید بیا کار کن، یا به یک انسان مشغول میگویید که بیا اگر تو درآمد علاوه‌ای خواهی بیا در اینجا یک درآمد آسان و سهل هست گفته. فقط و همین چیز سبحان الله فقط در چی در کارمندان همین خیلی شرکت ها دیده می شود. فقط آنها ترغیب و تشویق میکنند، رکلام میکنند که بیا درآمد آسان سبک که خواهی در همین شرکت ها کار کن. و همچنین گفتنی هم که هرچند اگر مهنت زیاد هم باشد مشکلی در مهنت نیست. ما نگفتیم که مشکلی در مهنت است. اگر به همین منطقی شما گیرید دوز هم مهنت میکنه، دوز هم شبها خواب نرفته جانش رو به دست گرفته چیکار میکنه؟ دزدی میکنه. آیا این سبب حلال بودن دزدی اش میشود؟ نه، البته نمیشود. بنابراین مشکلی فقط در مهنت کردن و نکردن و مشکلی اساسی در این نیست. و الحمدلله ما در نوار گذشته یک تا پونکت هایش رو از خود سایت های رسمیش گرفته حرام بودن کار کردن در چنین شرکت ها رو بیان کردیم الحمدلله. و اکنون برادران عزیز چنانکه که در اول نوار گفتیم یک سوالی که اکثریت آن را پرسیدند و بسیار خیلی سوالی مهم است برایشان این کار کردن در شرکت اتمی. خب این شرکت را نیز جستجو کردم و به سایت ها و شبکه های رسمی اش وارد شدم، یک تحقیق گذرانیدم، معلومات پره از این شرکت گرفتم. این شرکت هم نیز موافق معلومات هایی که خود همین شرکت میدهد از شرکت هایی می باشد که مارکتینگ شبکه‌ای همون CTO مارکتینگ است. و تاکید میکنیم که برادران عزیز CTO مارکتینگ یک چند نمود دارد و همین شرکتی که شرکت اتمی است بینارن مارکتینگ است. خب بینارن مارکتینگ چی است؟ این برای خودش همین بینارن مارکتینگ رو پیش گرفته است. بینارن مارکتینگ برادران عزیز برای کارمندان خود تنها دو شخص را انتخاب کردن را اجازت میدهد. این را پراوی ویتکا یا لیوی ویتکا میگویند، طرف راست و طرف چپ یا لینی راست و لینی چپ. با همین دو نفر و همچنین آن دو نفری که در زیر خودش است، یعنی این مولتی نیست. مولتی یعنی یک چند نفری زیاد را گرفته نمیتواند تنها خودش، تنها دو طرف را دوگانه است. مارکتینگ دوگانه دو طرفه است، طرف راست و طرف چپ. و همون نفری که دو نفری که در زیر خودش هست آنها نیز دو نفری را گرفته میتوانند و همین طور چی میشود تا پایان برفتن میگیرند. این را میگویند که مارکتینگ بینارنی یا دوگانه. این هم جایز نیست و چنانه که در فتوای گذشته آوردیم شیخ علی قرداغی میگویند و تسویق الشبکه له انواع من اهمها نظام التسویق الثنایی. اولین و مهمترینش همین بینارنی مارکتینگ دوگانه است، تنها دو نفر را میگیرد، یعنی دایره را کمتر چیکار کرده است؟ تنگتر کرده است. بنابراین این هم جایز نیست و حرام است برادران عزیز. و کوشش کنید آن چیزی که شما کار میکنید و آن شرکت هایی که بسیار میپرسید فلان شرکت آرتیف گفتند، شرکت اریفلیم دیگر اینها همه چی هستند؟ CTO مارکتینگ است. اول شما به شبکه رسمیش
فورید شوید، ببینید و بینید که اگر سیتی‌های مارکتینگ باشد دوستان عزیز از آن پرهیز کردن در کار، دوری جستن در کار، زیرا اینکه همه نمودهای سیتی‌های مارکتینگ چی است؟ جایز نیست و حرام است. الله حق سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که الله همیشه ما و شما را برای خودش موفق گرداند و رزق حلال را برای هر یکی ما و شما الله چیکار کند؟ عطا نماید.